حالا راضی شدین؟ تو این همه راه منو کول کردی و بردی اونجا. خیلی میبخشی، ولی اگه تو نبودی محال بود بتونم من برم اونجا. ازت خیلی ممنونم. این چه حرفیه؟ خوبه که منم تونستم زادگاه شما را ببینم. خوشحالم. ولی مجبور نبودین تو این فصل بیاین اینجا. شاید میخواستین این دهو توی برف ببینین. بله درسته. من تو این کوه ها و برف ها بزرگ شدم و تمام خاطراتم یه جوری به برف مربوط میشه. ما اینجا زمستانهای خیلی طولانی داشتیم. به هر حال بازم مجبور نبودین درست تو روز افتتاح فروشگاه بزرگ بیاین اینجا. برای همین که روز افتتاح فروشگاه بود دلم میخواست بیام اینجا. قبلنم بارها بهش فکر کرده بودم، اما شب قبل از این که بیام اصلا نتونستم بخوابم. صبح که شد دیدم دلم میخواد هر جور شده بیام اینجا. پس شما با افتتاح فروشگاه جدید مخالف بودی؟ نه، آمدنم به خاطر این نبود. پس چی بود؟ خب دیگه برگردیم خونه. کاری رو که میخواستیم کردیم. اگه بگین که میخواستیم یه سری به زادگاهتون بزنین همه قبول میکنن. نه، هنوز خیلی جاها رو میخوام برم ببینم. مادر بزرگ، تو اگه بخوای میتونی برگردی. آخه به خانوادتون فکر کنی. خب دیگه من میخوام یه حموم کنم و برم بخوابم. اگه شما نه این خونه منم بر نمیگردم. هر جا برین دنبالتون میام. ولی تو کلاس داری کای. الان تعطیلات بهار است. پولم دارم. من بر نمیگردم خونه مگه اینکه با هم برگردیم. من نمیتونم تو روی اونا نگاه کنم. کای. من نمیتونم شما رو تنها بذارم. آخه خودم هم براتون نگرانم. آخه ممکنه سفر من خیلی طولانی باشه. باشه، من آمادم. ولی چرا؟ شما که هیچ وقت زندگی کردن با عمویی توشی و زن شکایت نکردین. حالا مگه میخواین تنها زندگی کنین؟ خب تنها باشین. کای، میدونی چیه؟ من احساس میکنم که تو یه راه غلط پیش رفتم و احساس میکنم برای همینم هیتوشی اینطوری شده، چون من اشتباه کرده بودم. برای چی؟ شما کارتون عالی بوده. شما بودین که شرکت بزرگ تاناکورا رو به وجود آوردین و عمو هیتوشی رو. اگه هیتوشی بخواد همینجوری به این راه ادامه بده به زودی شرکت تاناکورا ورشکست میشه. مادر بزرگ، خب حالا دیگه هیچ چاره ای نیست. اون فقط باید بشینه و خودشو ملامت کنه. راستشی من بودم که اونو تو این راه انداختم. میدونی چی؟ من تمام عمرم بدون وقفه کار کردم. با تمام نیرو به جلو رفتم، ولی یه جایی اشتباه کردم. اما هر چی فکر میکنم نمیدونم کجا اشتباه کردم. همیشه آرزو داشتم یه روزی همینو بفهمم. دوست نداشتم به گذشته ها نگاه کنم، چون در مورد گذشته هیچ کاری نمیشه کرد. ولی احساس میکنم خیلی چیزای مهم از گذشته دارم که میخوام اونا رو به یاد بیارم. البته خیلی چیزا رو فراموش کردم و متاسفانه اگه اینطوری پیش بریم من و هیتوشی هیچ کدوممون در جهت درست نمیتونیم بریم. بله، یه همچی احساسی داشتم و حالا این سفر برای یاد آوردنه. شاید تو نتونی حرفمو درک کنی، شایدم هیچ کس درک نکنه، ولی برام اصلا مهم نیست. ممکنه فکر کنی که یه پیرزن داره به گذشتش فکر میکنه، ولی من میفهمم شما چی دارین میگین. البته نمیدونم چه چیزی رو از دست دادین، ولی میفهمم که میخواین یک دفعه دیگه اون چیزو به خاطر بیارین. شما 83 سال زندگی کردین و میشه حدس زد که چه احساسی دارین. من که تا حالا شما رو اینجوری ندیده بودم. شما همیشه آروم بودین. به نظر من شما آدمی هستین که هیچ وقت احساساتتون رو نشون نمیدین، ولی یه دفعه از خونه اومدین بیرون. با اصرار تمام میخواستین که به اون ده برین. اولین بار بود که اینقدر احساساتی شما رو میدیدم. برای همینم خواستم ببرمتون اونجا و حتی اگرم شده رو کولم ببرمتون. فکر نمی کنم این یه حالت احساسی باشه، چون شما هیچ وقت اینقدر احساساتی نشدین.
شاید حالا یه کمی فهمیده باشم که چرا شما اصرار داشتین بیاین زادگاهتون رو ببینین. اونجا من برای اولین بار شروع به راه رفتن کردم. اون خونه ای رو که داشتم نگاه می کردم دیدی؟ اونجا همون خونه زادگاه من بود. یه خونه کوچک فقیرانه با سقف حصیری. زمستانا توش باد میپیچید و ما فقط یه اجاق. اون سالی که میخوام برات تعریف کنم داشتم میرفتم تو 7 سال. یعنی اول بهار 6 سالم تموم شده بود. خواهرام که دور از خونه کار میکردن اومده بودن خونه ای ما. مگه خواهراتون چند سالشون بود؟ من 6 سالم تموم شده بود. هارو میشد 11 ساله، میتسو هم شاید 9 ساله بود. اونا که هنوز بچه بود. بله درسته. باورم نمیشه. یعنی اونا واقعا تو اون سن مجبور این فقرا و کشاورزان رسم بود، چون مزدی که میگرفتن خیلی کم بود. مجبور بودن این کارو بکنن تا زندگیشون یه جوری بگذره. چه زندگی سختی. حق داری تعجب کنی. جوانای امروزه از این چیزا اطلاعی ندارن. اون موقع به کشاورزا رعیت میگفتن. اونا زمین از یه مالک اجاره میکردن و برنج میکاشتن. وقتی برنج برداشت میشد میبایست نصف محصولشون رو به مالک زمین میدادن. افراد خانواده باید با بقیهش زندگی میکردن. وقتی آب و هوا خوب نبود یا محصول کم میشد، خانواده کشاورز هیچ چیزی برای خوردن نداشت. به هر حال برای خانواده های پرجمعیت برنج چیزی کافی نبود. اگه 1-2 نفر میرفتن دور از خونه کار میکردن تا اندازه‌ای به معاش خانواده کمک میشد. یعنی همه کار میکردن. واقعا که دنیای عجیبیه. خانواده من یه خانواده یک جریبی بود. یعنی ما فقط یک جریب زمین داشتیم. نمیدونم تو این موضوع رو میتونی بفهمی یا نه. به هر حال حتی اگر میتونستیم از اون زمین 20 گونی برنج برداشت کنیم، 13 تاش میرسید به ارباب و بقیهشو ما باید هم میخوردیم و هم با چیزایی که برای زندگیمون احتیاج داشتیم عوض میکردیم. حالا وای به وقتی که محصولمونم خوب نمیشد. و اون موقعی که دارم برات میگم تقریباً 2-3 سال بود که محصول ما خوب نبود. متاسفم که این همه راه رو اومدین خونه، ولی فقط میتونم این غذا رو بهتون. مهم نیست مادر. خوشحالم که تونستم با شماها غذا بخورم و خیلی هم خوردم. مگه جایی که هستی غذای درست حسابی بهت نمیدن؟ همه جا یه جوره. من که حاضرم اگه غذامم کم باشه تو خونه خودمون باشه. میتو بیا یه پیاله دیگه بخور. مادر منم میخوام. بیاین مادر، من نمیخوام. اینو بدین به اون. باشه. ای کاش منم میتونستم کار کنم. چطوری؟ شما که دستتون درد میکنه مادر بزرگ. درد میکنه؟ بله خیلی درد میکنه. اگه میتونستم بازوامو حرکت بدم خیلی خوب مادر بود. بزرگ، شما تمام عمرتون زحمت کشیدین و کار کردین، برای همینم مریض شدین. حالا دیگه باید استراحت کنین. راستی پدر، مواظب خودتون باشینا. مادر شما هم یه چیزی بخورین، من مواظب بچه میشم. مادر بزرگ شما دیگه نمیخواین؟ مادر بزرگ سیر شده. مادر خوش به حال اوشین، هنوز هیچی حالیش نیست. من از اول سال میرم مدرسه. کیمی هم با من میاد. اون یه تخت سیاه داره، منم یه دونه میخوام. مادر برام میگیرین؟ آره برام میگیرین. چی داری میگی؟ مگه نمیدونی که شوجی من میخوام. مادر من یه تخت سیاه میخوام. من میخوام. اون موقع من نمیتونستم بفهمم که تو خونمون چی میگذره. برای همینم کارای بهتره یه زنگی بزنم خونه. حتما هنوز بیدارن. این سفر ممکنه خیلی طول بکشه. فقط میخوام بگم نگران نباشن. چیز دیگه بهشون نمیگم. مادر بزرگ اشکالی نداره منم باهاتون بیام.
الو، منزل یاشیرو. تو از تیکای؟ چی؟ هنوز داشتم کار میکردم. آره درسته، مزاحم شدی. آخه من الان تو کارگام داشتم کار میکردم. نه نمیخواد نگران باشی. خب کی میخوای مادر بزرگو بیاری خونه؟ چی؟ نگران نباش پدر. یعنی مادر بزرگ نمیتونن گاهی وقتا برن مسافرت؟ کجا؟ نگران اونم نباش. به هر حال من تصمیم گرفتم باهاشون برم. نه ترس، طوریم نمیشه. سلام، منم. خیلی خوبم. مثل اینکه همه دارن شلوغش میکنن. ممکنه برای تو هم باعث دردسر بشه. من برای این نیومدم که تو خونه از چیزی ناراحت بودم. بهشون بگو که خود احتیاج به تنوع داشتم. چی؟ پول؟ بله پول که دارم. میخوام یه سفر طولانی برم. کایم تا مدتی با من هست. خودشم دوست داره با من بیاد. بله بازم زنگ میزنم. شب بخیر. الو کای، ممکنه همراه من اومدن اونقدر برات جالب نباشه ها. مهم نیست. من میخوام باهاتون بیام و دوتایی دنبال چیزی که شما 83 سال گم کرده بودین بگردید. ببین کای، تو الان 20 سالته. شانس آوردی که تو این دوره به دنیا آمدی. جوانای امروز امکانات زیادی دارن. امیدوارم که تو هم از این امکانات و شرایط تا جایی که میتونی استفاده کنی. خب مادر بزرگ، حالا از گذشته هاتون حسابی برام تعریف کنیم. بگین. ولی چون پدر و مادرش و مادر بزرگش به اون محبت میکردن، اون راضی و خوشحال بود. اوشین. بچه اینه؟ زهرهیم به نظر میاد. چه دختر کوچولوی باهوشی. از اسم تو اوشینه. بعدم میام دنبالت میبرمت. خب امیدوارم ازش راضی باشی. حتما اصلا نگران نباشی. اون کی بود؟ اوشین بیا اینجا. ساکوزا میخواین بفرستینش بره؟ فوجی. اوشین این درست نیست بفرستینش بره. من غذا نمیخورم، بذارین همینجا بمونه. پس چرا نمیای؟ البته فقط یه مدت کوتاه. میری خونه یه تاجر خوب توی شهر کنار رودخونه و کارای اون خونه رو انجام بدی. اونجا یک فروشگاه بزرگه و اونا هم پول دارن. البته اینجوری میتونی به ما هم یک کمکی بکنی. آخه برای چی من باید برم اونجا؟ اگه اینجا باشی ما نمیتونیم زندگی راحتی برای تو فراهم. نه من نمیرم. من نمیخوام از اینجا برم. من همینجا میمونم. من دوست ندارم جایی برم. اوشین. ولی تو نمیتونی بمونی. ما قبلا تصمیممون رو گرفتیم. من نمیرم. من قراره برم مدرسه. کیمیام با من میاد. ما با هم قرار گذاشتیم. اوشین رو حرف پدرت حرف نزن. اوشین گوش کن. ما قبلا در این مورد حرفامون رو زدیم. برای همین تو باید بری یه جایی کار کنی. میفهمی؟ ببین اگه این کارو بکنی اونجا بهت سخت نمیگذره. ساکوزا خواهش میکنم به اونا بگو ما نمیتونیم اوشین رو بفرستیم پیششون. بهتره که با سختی رو تحمل کنیم ولی اینطوری از هم جدا نمیشیم. میدونی که اگه آدم برای مرگ آماده باشه هیچ ترسی نداره. بالاخره یه کاریش میکنیم دیگه. تو نباید این حرفا رو بزنی چون اون وقت اوشین راضی نمیشه که از اینجا بره. من یه کاری میکنم. من حتی اون موقعم هنوز نمیدونستم که ما واقعا فقیریم. برای همینم
از روی خودخواهی حرف می زدم. ولی بالاخره فهمیدم که دوری از خانوادی چقدر ناراحت کننده است. بهتره بخوابیم. سلام، میبخشی منتظرت گذاشتیم. سلام. میبخشین صبح زود مزاحم شدم، ولی گفتم بهتره بیام به شما هم بگم. میچیکو به هم گفت که مادر برای مدتی بر نمیگرده. دیشب به این تلفن شد. کجا هست؟ اگه میخواست به همون بگه که به خودمون تلفن میکرد میگفت. نمیگن، نه مادر و نه کای هیچ چی نمیگن. ولی مادر گفت ناراحتی نداره و خواست که اینو به تو و میچیکو هم بگن. بهتر نبود همینم خودش تلفن میکرد و بهمون میگفت؟ حتما نخواسته با من حرف بزنه. فقط گفت که دلش میخواسته بره مسافرت. پس فقط دلش خواسته بره مسافرت و رفته. دیگه فکر نکرده که ما چقدر نگران میشیم. بس کن. حتی اگه مادرم اینجا نباشه امورات ما میگذره. خب خواسته بره مسافرت رفته، مگه چه اشکالی داره؟ قرار کای باهاش باشه، بنابراین اگه اتفاقی بیفته اون بهمون خبر میده. صبح خیر. تاتسونوری چی شده؟ هیتوشی، باید یه مطلبی رو بهت بگم. چیه؟ اون خاربار فروشی رو که روبروی ایستگاه بود یادته؟ صاحبش قولنامه امضا کرده که فروشگاه و زمینشو به کس دیگه ای بفروشه. چقدر سرده. طولا سردی نبوده. حتما همون میتوشی و همه میچیکو از دست پدر دلخورن. حتما عصبانی هن که چرا اون نتونسته بفهمه ما کجایی. میتوشی فعلا وقت این حرفا رو نداری. خب امروز کجا میریم؟ من فکر میکنم بهتر امروز هیچ جا نریم. دیروز خیلی خسته شدیم. نه باید بریم. چطوره بریم بالای رود موگامی؟ یه تاکسی خبر کن کن. پس مجبور نشدیم از خانواده جدا بشیم یا اینکه رفتیم؟ گفتم یه تاکسی خبر کن. اوشین تصمیم میگیره که به کنار رود موگامی بره و کایمونو همراهی میکنه. کای مزاحم اوشین که با نگاه عمیق به رودخانه چشم دوخته نمیشه و ظاهرا خودش رو سرگرم بازی با برفا میکنه و اطراف میدوه و سعی میکنه مادر بزرگش رو به حال خودش بگذاره. ولی از نگاه و حالت صورت مادر بزرگ میفهمه که باید خاطرات او سرشار از غم و اندوه باشه. یکی گرفتم. من یه ماهی گرفتم. میخوام ماهی خودمو ببرم. مادر بزرگم مریضه. میخوام بدم به اون. بدش به من. برو ببینم. پاشو ببینم. پاشو. ناراحتم میشه تازه. آخه بچه این کارا چیه میکنی؟ آب هنوز یخی. ممکن بود بمیری. ولی من میخواستم مادر بزرگ ماهی بخورن. تو رفته بودی ماهی گیری؟ مادر بزرگ شما مریضین. اصلا هم غذا نمیخورین. گفتم شاید بتونین ماهی بخورین. عیبی نداره، اما تو دختری. آخه درست نیست که با پسرا بری ماهی گیری. ولی دلم برای مادر بزرگ میسوزه. اوشی اما من یه دونه گرفتم اما اشکالی نداره. بیا کمک کن ناهار رو درست کنیم. بیا دخترم. مادر بزرگ بیاین ناهار بخوریم وگرنه اوشین ناراحت میشه. طوری نیست، من کار نمی کنم بنابراین گرسنمم نمیشه. ولی اون غذا رو بده اوشین بخوره. فوجی تو هم بخور.
آخه تو تمام روزو کار میکنی، باید غذا بخوری وگرنه فردا مریض میشی و میافتی. تو باید بیشتر مراقب خودت باشی. بیاین دیگه، نهار حاضره. تو هم بیا. قول بده دیگه نری ماهی گیری، باشه؟ برای اینکه مادر بزرگ اصلا ماهی دوست نداره. خب پس زودتر برو نهارتو بخور، باشه؟ براتون نهار آوردم مادر بزرگ. این سهم غذایی خودمه. اوشین، خیالم راحت شد. آخه فکر میکردم شما برای اینکه مریضین نمیتونین غذا بخورین. مادر بزرگ، من یادم شما چقدر کار میکردین. همه ی کارای خونه رو میکردین. پارچه میبافتین، خیاطی میکردین، بچه ها رو نگر میداشتین. من میدونم چقدر کار میکردین. زود باشین دیگه، اینو بخورین. همه رفتن صحرا سر کار، هیچ کس نیست ببینه. اوشین، مادر، شما هنوز اینجایی؟ مادر بزرگ، خواهش میکنم حرف اوشین رو گوش کنین. شما باید غذا بخورین وگرنه حالتون بدتر میشه. مادر بزرگ، اوشین، مادر بزرگ به من گفت بذارم تو بمونی اینجا، حتی اگه مجبور بشه از 3 وعده غذا 2 وعده‌شو نخوره. به هر حال شما نگران نباشین مادر بزرگ، برای اینکه من به هر قیمتی شده نمیذارم اوشین از اینجا بره. مادر بزرگ، من با پدرش حرف میزنم و راضیش میکنم. من یه پیرزن بی مصرفم که حتی نمیتونم بمیرم. درست نیست با غذا خوردن خودم اوشینی رو که تازه زندگیشو شروع کرده از غذا محروم کنم. فوجی نگران من نباشه، بذار بچه غذاشو بخوره، اون واجب تر از منه. مادر بزرگ، چطور میتونید یه همچین حرفی بزنید؟ شما نباید به خاطر من این کارو بکنید. ناراحت نباش، نترس، همه چی درست میشه. بذارش به عهده من. اوشین برای اولین بار دریافت که خانوادش چقدر فقیره و دریافت برای کمک به خانواده خود اونم باید دست به کار بشه. اون وقتا خیلی ناراحت بودم. زندگی ما خیلی سخت و طاقت فرسا بود و مادر بزرگ چون که نمیتونست کار کنه اغلب غذا نمیخورد. مادر بزرگ زن دلسوز و مهربانی بود، زن بی‌نظیری بود، ولی کاری ازش ساخته نبود. ولی این بیرحمیه که اون پیرزن چون نمیتونسته کار کنه مجبور بشه رنج بکشه. این درست مثل اینه که بکشنش. درسته، برای مادر بزرگ خیلی سخت بود، ولی برای مادرم که مجبور بود از چند تا بچه و یه پیرزن مراقبت کنه زندگی خیلی بیشتر سخت بود. من اون روزا رو هرگز فراموش نمی‌کنم، ولی فکر میکنم که یکی از بدترین روزای عمرم وقتی بود که مادرم سخت مریض شد. درست همین وقتای سال هوای بیرون برفی و سرد و تاریک بود. اوه سلام، تو اوشینی مگه نه؟ هیچ کس اینجا نیست؟ مادر پدرم توی مزرعه، مادر بزرگم هم رفته کو. اوکی اینطور. خب پس اینو میذارم اینجا. چقدر سنگینه. برنجه. برنج؟ آره. خب چرا آوردین اینجا؟ این مزد کار توه اوشین. حالا که مزد تو جلو دادم باید خوب کار کنی. من یه سر میرم مزرعه که با پدرت صحبت کنم. فردا یه نفر میاد دنبالت، پس بهتره حاضر باشی. اوشین 7 ساله
اگرچه گفته بود برای کار کردن در بیرون آماده است، ولی هنوز مطمئن نبود، چون اگر مجبور نبود هیچ وقت حاضر نمیشد بره. ولی وقتی برنجی رو که پیشا پیش در مقابل کارش داده بودن دید، فهمید که دیگه راه برگشت نیست. با خودش گفت فردا لبخند میزنم و از اینجا میرم. اوشین برای اولین بار فهمید در زندگی چیزاییه که نمیتونه هیچ کاری در موردشون بکنه. اوشین که در خانواده رعیت و فقیر در دهکده متروک در کنار رود مگامی به دنیا آمده بود، مجبور شد در 7مین بهار عمرش خونه رو ترک کنه و در محلی واقع در پایین رودخونه به کار مشغول بشه. مادر، میشه بیایم به کوچولوها غذا بدیم؟ هر دو گشنشون رو دارن گریه میکنن. هرچی گشتم نتونستم چیزی پیدا کنم بهشون بدم بخورم. خیلی دلم براشون میسوزه. خدا مرگم بده. تو قراره که فردا بری و من همینجور دارم ازت کار میکشم. دیگه بقیه کارا رو بذار برای خودم. پدر، اون آقا اینو آورد و گفت این پیش پرداخت کار منه. حالا دیگه ما برنج داریم و من باید برم اونجا و حسابی کار کنم. اوشین، میبخشی، من ناراحتم، ولی تو خودت میفهمی که هاره و میتسو هم دارن دور از خونه کار میکنن. خب پس منم میتونم دیگه. بگو ببینم چی شده؟ حالا که عید نیست، پس چه خبر شده که برنج سفید پختی؟ مادر بزرگ، ما امشب به خاطر اوشین جشن میگیریم. شما بیشتر از همه به اوشین محبت داشتین. این برنج اوشینه، برای همین میخوام شما اول بخورین. اوشین، تو هم هرچی دلت میخواد بخور. هیچ میدونی چی کار داری میکنی؟ ما باید اینو با یه برنج ارزونتر عوضش کنیم و در مصرفش هم قناعت کنیم. تو داری واقعا اسراف میکنی. این برنج تو نیست، برای پیش پرداخت کار اوشین این برنج آوردن. چه اشکالی داره که خودشم بخوره؟ ساکت شو دیگه. پدر، شجی، تو داری به خاطر کار اوشین برنج سفید میخوری. قدر چیزی رو که میخوری بدون. برنج سفید راستی خوشمزه است. اوشین، کار کردن تو خونه دیگران خیلی سخته. حالا هر چی دلت میخواد بخور، ممکنه بعداً دیگه گیرت نیاد. اوشین نمیدونه کار کردن توی خونه مردم یعنی چه. حالا به خاطر برنج سفید ذوق میکنه. اون هنوز خیلی کوچیکه، دلم براش میسوزه. مادر بزرگ، اوشین قراره برای یه تاجر بزرگ چوب کار کنه. اونا میدونن که این چند سالشه، ممکنه باهاش بدرفتاری نکنن، اما بازم نمیشه بهشون اعتماد کرد. ما ناچاریم بهشون اعتماد کنیم، وگرنه نمیتونیم بذاریم بره. مادر، چرا هنوز نخوابیدین؟ کارم تموم نشده. آخه هوا دیگه داره روشن میشه، باید یه کمی هم بخوابین. فردا بازم کلی باید کار کنین. من باید تا صبح اینو تموم کنم، وگرنه نمیتونی بپوشیش. این مال منه؟ بله، پول نداشتیم برات یه کیمونو بخریم. منم نمیتونم بذارم با لباس پاره بری خونه مردم. اومدم اون دختری که قراره بچه داری کنه ببرمش، لطفاً بیارینش. سلام، خیلی ممنون که اومدی. خواهش میکنم. زود باش بیا. وسایل و لباسای زیر تو همه رو گذاشتم این تو. چند تا هم کوفته برنج برات گذاشتم که بخوری. دیگه نمیتونم کاری برات بکنم. پس چی کار میکنین؟ تو دختر خوبی هستی، نترس، باهات بدرفتاری نمی کنم.